تا حالا برات پیش اومده یه چیزی بگی یا یکی یه چیزی بگه و یهو صورتت سرخ بشه؟ انگار کل خون بدن جمع میشه تو صورت. ولی چرا؟ وقتی خجالت میکشیم مغز ما این حالت رو مثل استرس اجتماعی تشخیص میده. در جواب سیستم عصبی سمپاتیک فعال میشه، همون سیستمی که وقتی میترسیم یا هیجان زده ایم ضربان قلب رو زیاد میکنه. بدن برای آماده شدن رگای خونی رو گشاد میکنه تا اکسیژن بیشتری برسونه. صورت هم پر از رگای ریزه، برای همین بلافاصله قرمز میشه. جالبه بدونی هیچ کدوم از ما نمیتونیم جلوی قرمز شدن رو بگیریم، چون یه واکنش خودکاره. حتی حیوانات هم اینطوری نیستن. پس دفعه بعد که خجالت کشیدی و صورتت قرمز شد، بدون که مغزت فقط داره صادق بودن احساست رو نشون میده.